سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال ایروبو. امروز ولاگ داریم. ولاگ چی؟ مسابقه فیراکاپ. فیراکاپ یه مسابقه بین‌المللی رباتیکه که ما امسال رفتیم. حالا آخرش هم بهتون میگیم چندم شدیم و می‌خوایم تجربه‌مون رو برای شما در قالب ولاگ بذاریم. داستان از اونجایی شروع شد که من روز قبل از مسابقه شارژر لپتاپم سوخت، در حالتی که نه هنوز ارائه‌مون آماده بود نه پوسترمون. اما یکی از شارژر بچه‌ها رو دزدیدم و همونجوری راهی تهران شدم. کی میشه یک شنبه شب. مهندس نعیمی هم شما چندم رسیدید؟ من فرداش، یعنی دوشنبه صبح رسیدیم. خلاصه با هم دیگه جمع شدیم و دوشنبه عصر رفتیم سراغ پرینت کردن اون در واقع پوسترامون و یه سورپرایزی که الان دارید عکسشو می‌بینید. شب من رفتم اون وسایل رو آماده کردم، یه سری چیزا لازم بود که ببرم برای سورپرایزمون. خلاصه کارا رو انجام دادیم و فردا صبح ساعت چند بود حدوداً؟ 9:30 ساعت 9:30 رفتیم به محل. اونجا بودیم. آره رفتیم محل برگزاری مسابقات. کجا بود مسابقه؟ کانون فرهنگی آموزش بود یا کانون فرهنگی کودک نوجوان بود. آره. رفتیم اونجا، خیلی هم شلوغ بود و چیکار کردیم؟ اول رفتیم سراغ کارتون، سرتیفیکیت ها، آره مهندس نعیمی سرپرست بود، رفت پذیرشمون کرد، سرتیفیکیت گرفت برامون و بعد از اون رفتیم سراغ اینکه میزمون رو پیدا بکنیم. آره دیگه، چون شلوغی اینا باز خیلی خوب بود که ما خیلی سریع در عرض یعنی اقدام که کردیم 10 دقیقه بعد سر میزمون بودیم و کارت چیزا دستمون بود. اینا هم به این وصل می‌کنیم. البته اینم بگم بچه‌ها، ما لیگ نوآوری کسب و کار شرکت کرده بودیم، غرفه داشتیم و مسابقتمون اینجوری بود که باید ارائه میدادیم و سر غرفه‌مون بودیم. خب بعد که رفتیم چیزامون رو گذاشتیم، پوسترامون رو نصب کردیم و یکم نگاه اطراف کردیم. روبرومون چه لیگی بود؟ لیگ ربات‌های پرنده. آره اونا بودن و یکی دو تا دیگه لیگ اونورتر هم. آره ما ولی روز اول انقدر استرس داشتیم هیچ جا رو نگشتیم، فقط روبرو رفتیم ببینیم پوسترها چجوری ما چجوری باید درست باشیم که خوب و منظم باشیم. و خلاصه اونجا خیلی گرم بود روز اول و مهندس نعیمی رفت واسمون رانی خرید و رانی خوردیم تا موقع ناهار و اینا. خلاصه من خیلی استرس کشیدم چون خیلی ضبط کردم واقعا. بعد ما پوسترمون هم چیز بود، انگلیسی درست کرده بودیم در صورتی که بقیه تیم‌ها فارسیشو درست کرد. نه دارم برعکس میگم. آره ما فارسی درست کردیم، بقیه تیم‌ها انگلیسی داشتن. من همش داشتم استرس می‌کشیدم که ما مثل اونا نیستیم. خلاصه روز اولم با دیدن اون ربات‌های پرنده و اینا گذشت و اینا بهتون بگم ربات‌های پرنده خارجی هم توشون بود، چینی و روسیه‌ای و یه کجا بود ترکیه، از ترکیه هم اومده بود. داشتن تست می‌کردن همون روز اول شروع کرده بودن. خیلی کلا خیلی رباتاشون خفن بود. آره. خلاصه روز اولو با سختی گذروندیم و نتیجه و آخرش هم شدیم که ماشین مهندس نعیمی خراب شد و بوکسولش بهم زنگ زدی گفت دارم بوکسول می‌کنم. آره این مشکل بود، اون پمپ بنزینشو من کامل نبود عوض کنم، واسه همین چون تعمیرش کردم دیگه افتاد به دوباره کاری، یعنی یه چیزی بود که باید همون اول پیدا میشد ولی چون پیدا نشد من یه خاطره بود از روز اول اون با بوکسول کردن ماشین مهندس نعیمی گذشت. رفتیم واسه روز دوم. اینو بهتون بگم که ما روز اول ارائه نداشتیم بچه‌ها، در صورتی که ما همش داشتیم استرس می‌کشیدیم. ارائه ها قرعه کشی شد و افتاد روز دوم و شانس ما روز دوم ما دومین تیمی بودیم که باید ارائه میدادیم. خلاصه ساعت حدوداً 10:30 رفتیم سالن کنفرانس. حالا اونجا آجی باهامون بود، آبجی بزرگه اومد ارائه رو درست کرد و ما شروع کردیم. بودن چند دقیقه بود، 11 دقیقه ما قشنگ ارائه دادیم. 4 تا داور داشتیم، از 4 تا داور 3 تاشون اوکی بودن واقعا ولی یکیشون پدرکشتگی بود. نه واقعا نظر درستی داد ولی خب دیگه نمره منفی داد. و بعد از اینکه ارائه‌مون تموم شد اومدیم بیرون و خلاصه واقعا تاثیر بعدی گذاشته بود رومون داوره. با این که با همون مشکل داشت ولی باز داورای دیگه با من خوب بودن. یادتون باشه. آره دیگه 3 تا نظر مثبت داشتیم. اینم یه بخشی از ارائه‌مون، با هم دیگه گوش بدیم. چون که روند رشد بلوط خیلی متفاوته. بلوط رو وقتی شما میکاری برخلاف درخت‌های گرمسیری که مثلا حدوداً 2 هفته نیاز دارن تا جوونه بزنن، بلوط حدوداً مثلا 6 تا 8 ماه زمان نیاز داره. خب پس این نیاز به رسیدگی داره، یا اینکه باید دقیقاً بدونین توی چه عمقی اون رو خاک بکنین، یا میزان رطوبت خاک خیلی مهمه.
پس ما رباتی رو پیشنهاد دادیم با این ویژگی‌ها که الان خدمتتون میگم. اول از همه بدنش خیلی مهمه، یعنی ما باید رباتی داشته باشیم چون توی جنگل‌های لرستان و کلاً زاگرس کوهستانی دیگه حیوان وحشی هست، مخصوصاً گراز هم که اصلا به آدم هم بزنه که آدم میمیره، چه برسه به ربات. و حالا این ربات رو باید یه جوری قوی بسازیم که حیوانات وحشی نتونن بهش آسیب بزنن، چون خیلی خسارت مالی شدیدی میشه. و مورد بعدی اینه که بتونه تعادلش رو حفظ کنه. سنگ دیگه ما آدما هم به زور میتونیم از کوهستان بریم بالا، دیگه ربات دیگه باید بتونه. یه رباتی داره بوستون داینامیک، سگ رباتیکیش که درجه آزادی خیلی بالایی داره، یعنی خیلی میتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه و وقتی میفته میتونه خودش رو دوباره سرپا بکنه. بعد از ارائه‌مون ما رفتیم یه چای کاپوچینو زدیم به بدن و شارژ شدیم و رفتیم سراغ اون سورپرایز اصلیمون. اون سورپرایز چی بود؟ سورپرایزی که داشتیم یه چیزی کوچیکی می‌خواستیم اونجا توی غرفه‌ها خیلی تک باشیم. ما اومدیم یه بازی گذاشتیم. ما تنها تک باشیم. آره واقعا تنها غرفه بودم که بازی داشتیم. بعد بازیمون چی بود؟ بازیمون مرتبط با همون ایده‌ای بود که داشتیم. می‌خواستیم کاشت بلوط داشته باشیم ولی با توپ‌های پینگ پونگ که بتونیم یک دونه بلوط رو بکاریم و در واقع تو پینگ پونگا همون دونه‌های بلوط بودن انگار. بعد لیوانامون مثل خاک بودن. آره بعد هر کدومشون تو یه لیوان باشن، همون لیوانن که یه خاک مناسب یا یه زمین مناسب. این چند تا لیوان داشتیم، یه سریاشون سمی بودن، یه سریاشون آتیش بودن، فقط چند تاشون زمینای سالم بودن. بعد بچه‌ها باید میومدن توپا که همون بلوطا هم مینداختن تو زمینای سالم که بتونن امتیاز بگیرن. ما اینجا اسپیکر گذاشتیم و کارت گذاشتیم و میز داشتیم مرتب می‌کردیم. خلاصه بعد ارائه دیگه بدون استرس داشتیم همه سورپرایزامون رو اجرا می‌کردیم. ما اینجا میزو چیدیم و بلافاصله خیلی از بچه‌ها اومدن و بازی کردن و ولی خب همین که داشتن حین بازی کردن اینا بود، ما یه رابطه خیلی مستقیم با بازی و شکم پیدا کردیم. ما یهو اونجا گرسنمون شد، جمع کردیم فرار رفتیم سمت غذا. رفتیم سراغ غذا. آره دو تا شکمو ولی با اینکه لاغریم ولی خیلی شکمو این بودو رفتیم سراغ غذا رو گرفتیم خوردیم و این بود غذا. کباب تا شده. فکر نمی‌کردیم واقعا انقدر استقبال بکنن از بازی. بعد از اینکه ناهار رو خوردیم آبجی بزرگم اومد پیشمون و بچه‌ها دونه دونه میومدن بازی میکردن، یعنی هر کی که میومد میرفت حالا دوستش و داداشش هم میآورد که بیان بازی بکنن. من اول شرط گذاشته بودم که اگه 3 تا توپ درست بندازن ما بهشون کادو میدیم، ولی از اونجایی که مهندس نعیمی خیلی دل رحمه اول کردش 2 تا توپ، بعد گفت نه یه دونه توپ هم بندازن باید برنده بشن. خلاص ما رو انداخت تو خرج و حدوداً 20 تا از بچه‌ها تونستن توپا رو درست بندازن و من مجبور شدم که بخوام بهشون جایزه بدم. اما واقعا جایزه رو در واقع نمی‌خواستیم بدیم، یعنی نمی‌دونستیم که فکر نمی‌کردیم کسی بخواد بندازه. آره فکر نمی‌کردیم کسی بخواد بندازه، ولی خود دیگه قول دادیم به بچه‌ها و واقعا من داشتم فکر می‌کردم که بهشون کادو چی بدم. حالا جلوتر می‌فهمید که بهشون کادو چی بدم. اینکه در واقع بچه‌ها بازی کردن دوباره دیدیم داریم ورشکست میشیم، بازی رو جمع کردیم گفتیم بریم بگردیم ببینیم اصلا چه خبره، چون روز اول خیلی استرس داشتیم. خلاص رفتیم گشتیم و دیدیم که دور تا دور سالن لیگای مختلف نوآوری گذاشتن، از دانش آموزی تا دانشجویی. وسط سالن هم که دیگه اون لیگ ربات‌های پرنده بود و خودروهای خودران، درسته؟ حالا رده سنیشون مختلف بود. ما داشتیم غرفه‌ها رو میگشتیم و ایده های خیلی جالبی توشون میدیدیم. یکیشون همین عصا بود که مالا ایده های بچهای زیر 14 سال بود، با یه عصای خیلی چوبی ساده اومده بود، تمام رنگش کرده بود و بالا چند تا میکروسویچ و پایینش هم یه دو تا اولتراسونیک آره اولتراسونیک گذاشته بود و اینجوری بود که با هندزفری وصل میشد به گوش که مثلا مزاحمت واسه بقیه ایجاد نکنه. ویبره داشت زیرش مثلا آره زیرش مثلا چیز گذاشته بود، چرخ گذاشته بود و که مثلا راحت بره و بیاد و واسه این آدم نابینا خیلی عادی باشه. خیلی باحال بود. آره خیلی خوب. بعد حتی ما 3 تا دوستم پیدا کردیم، بچه‌ها توی لیگ نوآوری زیر 19 سال بودن و من خیلی ذوق کردم و همش بهشون میگفتم که من معلمتونم، چون که قشنگ رنج سنی بچه‌ها بودن که توقع نداشتن. من بهشون گفتم که خب بچه‌ها معلم جدیدتون، یعنی حس می‌کردن که همسنیم. بعد یه دفعه گفتم من معلمتونم، یا مثلا بچه‌های دانش آموزان همسن شما قشنگ اصلا هر وقتم میرسیدین رو هر میزی هنگ می‌کردن، یهو می‌گفتن سر خودشونو مرتب می‌کردن و اگه دقت کنین مرتب و
خلاص ایدهشون خیلی با خیلی روحیه شادی هم داشت. آره. خیلی خوشم اومد ازشون. ایدهشون هم خیلی جالب بود. یه ساعتی بود. تشخیص سرطان بود، تشخیص زوده هم تشخیص بود، هم یه مقداری هم درمان هم داشت میکرد. آره درمان هم گفتیم. حالا خیلی ایده به نظرم ایدهش خیلی خفن بود ولی واسه 2500 بیشتر. آره دیگه برای آینده واقعا فکرشون آینده نگر بود. بعد رفتیم سراغ یه گروه دیگه بچه‌ها که اینا اول شدن در نهایت هم رباتی که ساخته بودن و حالا مکانیزمایی که داشت برای معدن بود. برای آره 3 تا مدل داشتن. آره یکیشون ربات بود که اون من مسیریابی می‌کرد. آره مسیرها رو حالا تشخیص میداد که مثلا از کجا برن اون کارگرا. کلاه ایمنی بود. بعد اون دستکشیش هم من توضیحشون نشیدم حقیقتا ولی کلاهشون رو متوجه شدم خیلی جالب بود. مال چیز مال دود و این چیزا بود. اخطار میداد. آره خیلی باحال بود کلا. بعد اینم ایده یکی دیگه از بچه‌ها بود که واقعا ایدهش باحال بود. مثلا وقتی شما می‌خواید برید مبل بخرید، قبل از اینکه مبل رو بخرید ببرید توی خونه‌تون می‌تونید با استفاده از پلتفرمی که اینا طراحی کرده بودن اون مبل رو مثلا توی خونه‌تون تصور بکنید. آره یه جوری آپدیت شده یه مال آیفون بود. یعنی خب میشد همون رو توی خونه نشون داد و تجسمش کرد با خود اپلیکیشن و اینا، ولی خوبی این توی نمونه که نگاه کنید اندازش کوچیک و بزرگ میشد. یعنی شما میتونستی یه مبل مثلا 2.5 در 1.5 متر رو میتونستی تو خونه‌تون 3.5 در 4.5 بذاری. یعنی اندازه تصور بکنی. آره سفارشی بذاری که مثلا این خیلی عالی بود. آره باحال. اینم یه مدل دیگه از همون عصاهای نابینا بود ولی این خیلی جالب تر بود نسبت به اون. چرخش بزرگتر بود، اولتراسونیکش کمتر بود، سریع تغییر موقعیت میداد. فکر کنم حساسیت داشت یا نداشت؟ نه این حساسیت نداشت ولی بچه‌ها مقام آوردن. نمیدونم چندم شدن ولی مقام آوردن. خوب بود اینم. آره خیلی هم کوچولو بودن. خیلی باحال. آره همه دانش آموزا من الان عکسشو واسهتون گذاشتم توی همین کارت پستالشون. خیلی باحال. الان کارت پستالش آره 5-6 نفر بودن اشتباه نکنم. خیلی هم مهمون نواز بودن و شکلات و فلان. اینم جز بچه‌ای بودن که بهشون کادو دادیم واسه بازی کردن. خب بعد برگشتیم دوباره سر غرفمون. دوباره همون روز دوم این بچه‌ها قاطی نکنید یه سری کوچولو اومدن. این بار دختر بودن خیلی بانمک. من انقدر ذوق کردم بهشون نمیرسید. آره قدشون نمیرسید. ما کلا قوانین بازی رو براشون تغییر دادیم. خلاصه که بازی کردن و اینا بیشتر هم واسه این بود که دوست داشتیم کسایی که مثلا رباتیک هیچی نمیدونن بیان. آره بچه‌ها خیلی داشتن شاید مثلا بهتر بود براشون. آره خلاصه روز دومم با بازی کردن و اینا گذشت و ما تا ساعت 5 حدوداً موندیم که بعدش امضا بزنیم چون باید تا ساعت 5 میموندیم و امضا میزدیم که بدون از سر غرفه بودیم و دیگه جمع کردیم و رفتیم و پایان روز دوم. خب شروع روز سوم که مهندس نعیمی نبودش، رفته بود سراغ اس کارش. آره من نتونستم. حدوداً 2 ساعتی نبودن و اون 2 ساعت رو من رفتم غرفه. اما تازه رسیده بودم بعد یکی از بچه‌ها حالا دوستامون آقای باقلی اومدن بهمون گفتن که بریم ارائهشون. رفتیم سالن کنفرانس. من خیلی هم لذت بردم از ارائهشون. اتفاقا اولم شدن و حالا اونجا بودم که یه دفعه گوشیم زنگ خورد و فهمیدم که آقا مهمون دارم. یه مهمون فسقلی دایی و زندایی اومده بودن با پسردای کوچیک. سلام خدا خلاصه کلی گشتیم و ذوق کردیم. اینا حدوداً یه نیم ساعت یه ساعتی اونجا بودن و اصلا من نتونستم فیلم بگیرم اون نیم ساعت یه ساعت. فقط عکس گرفتم، عکسش هم براتون گذاشتم. و بعد از اینکه رفتن دیگه شروع شد به دادن هدیه‌های بچه‌ها. هدیه چی براشون گرفتیم؟ ماژول گرفتیم. ماژول شارژ باتری بود. خیلی هم بیشتر به کارشون اومد. 2 نفر از بچه‌ها که مثلا نتونستن قطعه بخرن یا ماژول گیرشون اومد، به خصوص همین ماژولی که می‌خواستن بگیرن خیلی قدردان بودن. آره میگفتن که خیلی سخت گیرمون اومده و اینا چون رباتاشون همه با باتری لیتیومی بود دیگه. ما شارژر براشون نمیومد. حالا دروغ چرا؟ بچه‌ها میگفتن سخت نمیدونم چرا. خلاصه که من همه سعی می‌کردم چون بچه‌ها 20 نفر حدوداً شده بودن و من فقط می‌خواستم فقط سریع اسمو رو گفتم بنویسید بعد دونه دونه بدید اشتباه نشه کم نیاد. آره که بدونم به کیا دادم. آره. روز دوم ما دیگه عکس و فیلم نگرفتیم چون که رفتیم سراغ عکسای دست جمعی و اینا. واقعا یادم نمیاد روز گفتم روز دوم واقعا یادم نمیاد روز سوم چجور تموم شد. من فقط تا جایی که مثلا هدیه بچه‌ها رو دادیم یادم، بقیه‌اش دیگه اصلا یادم نمیاد. دیگه روز سوم هم تموم شد. رفتیم برای روز
چهارم و آخر که در واقع روز اختتامیه بود. آقا اختتامیه یه اتفاق خیلی عجیب افتاد که من الان نه فیلم دارم براش نه عکس دارم، ولی گوش بدید براتون تعریف بکنم. اینجوری بود که ما صبح بیدار شدیم که بریم سمت اختتامیه و نمیدونستیم که اصلا مقامات چجور شدن، چون دیگه داوری انجام شده بود. بعد من اصلا میخواستم برگردم خوابگاه. یه دفعه فهمیدم که توی کانال اومدن اسامی رو گذاشتن که چندم شدن و تیم ما شده بود دوم توی لیگ نوآوری، مقام دوم رو کسب کرده بودیم. خیلی خوشحال شدیم و خلاص رفتیم سمت مسابقات و اینا. فهمیدیم که اختتامیه ساعت 4، تا ساعت 4 صبر کردیم، پوسترامون رو جمع کردیم، غرفمون رو جمع کردیم که حالا دیدید توی ویدیو پوستر مهندس نعیمی جمع کرد و رفتیم سمت اختتامیه که توی سالن آمفی‌تئاترشون بود. شلوغی رو توصیف کن مهندس نعیمی. مهندس نعیمی نمیدونیم جایزمون چیه، این خیلی ترسناکه. شاید جایزه ندن اصلا، شاید اصلا به نفر دوم نداریم، شاید هم جایزه بدن. هر چی دادم من بیام بهتون میگم. خلاصه بین کلی شلوغی و فاجعه منا و اینا وارد سالن شدیم و رفتیم واسه اینکه صندلی رو پیدا بکنیم. ببین کل لیگ نوآوری و تیماشون رو گذاشته بودن طبقه بالا، ولی ما هرچی گشتیم صندلی پیدا نکردیم. چون یه صندلی بهمون داده بودن، گفتن که شما تشریف ببرید روی صندلی‌های VIP بشینید و ما تنها تیمی بودیم که پا شدیم رفتیم اون وسط و پایین رو صندلی‌های VIP نشستیم. خلاصه حالم داد دیگه، درست اشتباه شد ولی دیگه بهتر شد که اون پایین نشستیم. بعد دیگه حالا سرود ملی گفتن، یه سری فیلم از مسابقات نشون دادن که چجوری اونجا رو درست کردن. آره این چجوری درست کردن خیلی باحال. در طول این فیراکاپ هایی که چند سال اخیر هم بودن فیلماشو گذاشته بودن. فیلماشو براتون هم گذاشتیم ما هم. بعد طبق روال همیشه رئیس رؤسا اومدن صحبت کردن و بعد دیگه شروع کردن از اولین تیم اسما رو گفتن. شانس ما افتادیم آخرین لیگی که اسماشو گفتن، یعنی حدوداً فکر کنم ناهارم نخورده بودیم. آره ناهارم نخورده بیشتر. 5 رفتیم 6 و نیم 20 دقیقه به 7 تازه اسم. آره تازه اسممون رو گفتن. خلاصه رفتیم رو سن. من خیلی استرس داشتم. شما از قبل استرس داشتی تا روی سن. من فقط 5 دقیقه روی سن. شما که هیچی، شما کلا بی استرسی. ولی خیلی تجربه عجیبی بود. واقعیت میگم من تا حالا نرفته بودم روی سن. خدای منم نرفته بودم. خیلی حس عجیبی داشتم. ببین از رفتار بقیه تیم‌ها می‌بینید که مثلا مشخصه اونا قبلا تجربه داشتن، مثلا ژست گرفتن، دست دادن وقتی رو رفتن رو سن. خروج معلومه توی سن، ولی اینجا معلوم نبود. خدای ورود خروج معلوم نبود. آره کسی رو وای نساده بود به ما دست بده، منم مونده بودم اونجا کار کنم. ببین تجربه نداشتیم. آره ولی خدای دستم ولی نداد. اگه واقعا تجربه داشتیم مثلا هم ژست خوب می‌گرفتیم، همچنین نهادی جنگولک بازی‌ها می‌کردیم. خب آره مثلا یه مقداری استرس داشتیم، خیلی صاف رفتیم صاف برگشتیم. خلاص خیلی تجربه قشنگ بود. یعنی ببین واقعا بهترین حس دنیا بود میتونم بگم. و اینم بگم که بچه‌ها اگه می‌بینید دارن از بالا فیلم میگیرن، چون که دادیم یکی ما تقسیم کار کردیم. آره. ما فیلم یک نفر دیگه گرفتیم، اونا فیلم ما رو اونا هم از ما فیلم گرفتن. آره حالا کی؟ همونی که آقای باقلی که مقام اولم کسب کرد. خدایی هم حقش. ایده چیز بود. توی لیگ اختراع بودن. خواب بود چی بود اسمش؟ آره توی لیگ اختراع بودن و یه دستگاه ساخته بودن که ضد خواب بود. حالا دیگه جزئیاتش رانندگی بود. حالا چیزی بود که پشت فرمون طرف خوابش نبره، این چشمش احساس کنه که روزه و پلک نزنه یا خوابش نبره. خلاصه که این بود از ولاگ مسابقات فیراکاپ ما. خواستیم هم حس بکنید که اونجایید، هم اگه خواستید سال بعد شرکت بکنید یه تجربه‌ای داشته باشید. آره خلاص بدونید که این روندشه، چیز سختی نیست. مثل ما نرید اونجا استرس بکشید. آره راحت برید میزتون رو بچینید و برید یه دوری بزنید با بچه‌ها رفیق بشید، باشون شوخی کنید و به همین سادگی. واقعا تجربه خوبی بود. عالی بود. خلاصه همین. اگه هر نظری داشتید، یه سوالی داشتید هم حتما توی کامنت ها بهمون بگید. بای بای. فعلا.